منو میشنوند سریع خودشونو به جایگاه برسونن. عزیزانی که در خیابان ارم در حال حرکت هستند همه انشالله وارد حرم بشن که انشالله از سخنران برنامه هم استفاده کامل رو ببریم. از بلوار بهار فقط بایستی خواهرها حرکت کنن. برادرها از اون طرف برای چی میرن؟ اون بعد از پل حجتیه راهنمایی کنن. عزیزان برادران برن مستقیم به طرف چهارراه شهدا و خواهرها برن طرف بلوار بهار. خدا نگهدار همه خواهرها و برادرای حزب الله همیشه حاضر در صحنه، وفادار به حریم ولایت و دشمنان استکبار جهانی در رأس اونها آمریکای جنایتکار و خونخوار. این صحنه حضور خاص